گاهی یک پرونده جنایی نه با صدای گلوله آغاز میشه، نه با فریاد کمک و نه حتی با پیدا شدن یک جسد. گاهی فقط یک خونه باقی میمونه، خونه‌ای که در اون همه چیز سر جای خودش هست. تلویزیون خاموشه، لباس‌ها روی صندلی افتادن، ماشین‌ها جلوی خونه پارک شدن و حتی سگ خانواده آرام توی اتاق قدم میزنه. اما صاحبان خونه انگار هرگز وجود نداشتند. امروز قراره درباره یکی از اسرارآمیزترین پرونده‌های تاریخ آمریکا صحبت کنیم. پرونده‌ای که بیش از 3 دهه از اون گذشته، اما هنوز هیچ کس نمیدونه زن چگونه در عرض چند دقیقه ناپدید شدن. پرونده‌ای که با نام اسپرینگفیلد 3 شناخته میشه. سلام و درود به چنل بیلی دارک، خوش اومدید. با یه پرونده جنایی دیگه میزبان شما عزیزان هستم. اما قبل از اینکه پرونده رو شروع بکنیم ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش هم فعال کنید تا ویدئوهای بعدی رو از دست ندید. شامگاه 6 ژوئن 1992، مکان شهر اسپرینگفیلد، ایالت میزوری. شهر آروم بود. مدارس به تازگی مراسم فارغ التحصیلی رو برگزار کرده بودند و صدها نوجوان برای جشن گرفتن پایان دوران دبیرستان آماده می شدن. در میان اونا 2 دوست صمیمی بودن. سوزی استریتر 19 ساله، دختری اجتماعی پر انرژی و محبوب، و استیسی مکال 18 ساله که همون روز موفق شده بود از دبیرستان فارغ التحصیل بشه. استیسی قرار بود چند روز بعد برای اولین بار به همراه خانواده‌اش به تعطیلات بره و از مدت‌ها قبل برای این سفر هیجان داشت. هیچ کس تصور نمی‌کرد این آخرین شبی باشه که خانواده‌هاشون اونا رو زنده می‌بینن. در همون خونه‌ای که قرار بود دخترها شب اونجا بگذرونن، مادر سوزی هم حضور داشت. شریل رویت 7 ساله. اون یک آرایشگر با تجربه بود که چند سال قبل پس از جدایی از همسرش تلاش کرده بود زندگی تازه‌ای برای خودش و دخترش بسازه. اونا خونه‌ای در ایست دلمار استریت خریده بودن و تنها چند ماه از اسباب کشی اونا به این خونه میگذشت. شریل زنی مسئولیت پذیر بود و تقریبا همیشه اگر قصد خروج از خونه رو داشت به دوستان یا خانواده‌اش اطلاع میداد. صبح روز 6 ژوئن همه چیز کاملا عادی به نظر می رسید. مراسم فارغ التحصیلی برگزار شد. صدها دانش آموز با لباسهای رسمی عکس گرفتن، خانواده ها جشن گرفتن و هیچ نشونه‌ای وجود نداشت که یکی از مشهورترین پرونده های افراد ناپدید شده آمریکا در همون شب شکل می گیره. بعد از مراسم سوزی و استیسی تصمیم گرفتن همراه دوستانشون به مهمانی‌های مختلفی برن. اون شب چند جشن فارغ التحصیلی توی نقاط مختلف شهر برگزار میشد و اونها بین خونه دوستانشون در رفت و آمد بودن. برنامه اولیه این بود که شبا توی خونه یکی از دوستانشون به نام جنل کربی بگذرونن. اما وقتی به اونجا رسیدن متوجه شدن افراد زیادی توی خونه حضور دارن و جای کافی برای خواب وجود نداره و به همین دلیل حدود نیم شب تصمیمشون رو تغییر دادن. اونا تصمیم گرفتن به خونه شریل برن. همین تصمیم ساده آخرین تصمیم شناخته شده اونا توی زندگیشون بود. بر اساس آخرین شهادت‌های ثبت شده، سوزی و استیسی حدود ساعت 2 تا 2:30 بامداد 7 ژوئن با خودروی سوزی به خونه رسیدن. چند نفر از دوستانشون اونا رو هنگام ترک مهمونی دیده بودن. هیچکس رفتار غیرعادی یا نگرانی خاصی توی اونا مشاهده نکرده بود و همه چیز طبیعی بود. کسی اونا رو تعقیب نمی‌کرد و دست کم هیچ شاهدی چنین چیزی رو گزارش نکرد. وقتی اون دوتا وارد خونه شدن، شریل از قبل اونجا بود. به احتمال زیاد خوابیده بود چون قرار بود صبح زود سر کار بره. از اون لحظه به بعد هیچ شاهد تایید شده‌ای وجود نداره که این 3 زن رو زنده دیده باشه. هیچ تماس تلفنی ثبت شده‌ای، هیچ دوربین مدار بسته‌ای، هیچ همسایه‌ای که صدای درگیری یا کمک خواهی شنیده باشه و فقط سکوتی که بیش از 30 سال ادامه پیدا کرده. اما عجیب ترین بخش پرونده صبح روز بعد آغاز شد.
وقتی دوستان استیسی و سوزی برای بردن اونا به پارک آبی به خونه اومدن، انتظار داشتن هر ستای اونا رو توی خونه در حال آماده شدن ببینن. اما چیزی که پشت اون در انتظارشون بود نه یک صحنه جرم معمولی، بلکه معمایی بود که هنوزم پاسخی براش پیدا نشده. سوزی و استیسی قرار بود اون روز همراه چند تا از دوستانشون به پارک آبی وایت واتر برن. قرار بود صبح زود از خونه شریل حرکت کنن. دوستانشون تصور میکردن احتمالاً دخترها هنوز خواب هستن و فقط باید در بزنن تا اونا رو بیدار کنن. حدود ساعت 8 صبح 2 نفر از دوستانشون به خونهشون رسیدن. چند بار زنگ خونه رو زدن، هیچ پاسخی نیومد. در زدن و باز هم سکوت. نکته عجیب این بود که هر دو ماشین هنوز جلوی خونه پارک بود. خودروی سوزی و خودروی شریل. اگه دخترها برای رفتن به جای خونه رو ترک کرده بودن، حداقل یکی از ماشین ها رو باید می بردن. دوستانشون تصور کردن شاید هر 3 نفر هنوز خواب باشن. وقتی دستگیری در رو امتحان کردن متوجه شدن در خونه قفل نیست. اونا وارد خونه شدن، تصمیمی که بعدها پلیس معتقد بود ناخواسته باعث از بین رفتن بخشی از شواهد احتمالی شده. داخل خونه همه چیز عجیب بود، اما نه به شکلی که انتظارشو داشتن. هیچ اثری از درگیری دیده نمیشد. مبلمان سر جای خودش بود. وسایل خونه منظم بودن، تلویزیون خاموش بود. هیچ پنجره شکسته یا در تخریب شده‌ای وجود نداشت، اما از 3 زن هیچ خبری نبود. دوستانشون شروع کردن به صدا زدن. سوزی، استیسی، خانم لویت. هیچ پاسخی نیامد. در اتاق‌ها رو یکی یکی باز کردن. تخت‌ها مرتب نبودن و به نظر می‌رسید حداقل چند ساعتی روی تخت‌ها خوابیده بودن. لباس‌ها، کیف‌ها و وسایل شخصی همچنان داخل خونه بودن. این موضوع بسیار غیرعادی بود، چون اگه قرار بود 3 نفریشون جایی برن، معمولاً کیف، مدارک یا وسایل ضروریشون رو با خودشون می‌بردن. یکی از عجیب‌ترین جزئیات حضور سگ خانواده بود. سگ شریل توی خونه سالم و آروم بود. نه گرسنه به نظر می‌رسید و نه زخمی و ترسیده. اگه 3 زن قصد سفر یا خروج طولانی مدت داشتن، بعید بود حیوان خونگیشون رو بدون هماهنگی توی خونه رها کنن. این موضوع باعث شد دوستانشون احساس کنن اتفاقی غیرعادی رخ داده. چند دقیقه بعد یکی از دوستان متوجه شد شیشه چراغ ایوون خونه شکسته. اون با نیت کمک تیکه های شیشه رو جمع کرد و حتی اونا رو دور ریخت. اون زمان هیچکس تصور نمی‌کرد این خونه به زودی به یکی از مهمترین صحنه‌های جرم آمریکا تبدیل بشه. اگه اون شیشه در جریان حادثه شکسته شده بود، شاید میتونه سرنخ‌های ارزشمندی مثل اثر انگشت، رد خون یا الیاف لباس توی خودش داشته باشه. اما عجیب‌ترین اتفاق هنوز رخ نداده بود. داخل خونه یه دستگاه پاسخگوی تلفن وجود داشت. یکی از دوستان یا بستگان دکمه پخش پیام ها رو فشار داد و یک پیام صوتی ناشناس پخش شد. طبق گفته افرادی که اونو شنیده بودن، صدای مردی روی پیام بود و لحنش حالتی عجیب و حتی زننده داشت. اما اهمیت پیام رو درک کنه، پیام به طور اتفاقی توسط یکی از افرادی که اونجا بود پاک شد. به همین دلیل پلیس هرگز نتونست اونو بازیابی و بررسی کنه. تا امروز هیچ کس با اطمینان نمیدونه اون مرد چی گفته بود و آیا این پیام واقعا به ناپدید شدن این 3 زن مربوط میشد یا نه. این پیام یکی از اسرار ماندگار پرونده باقی مونده. با گذشت زمان نگرانی بیشتر شده. استیسی هیچ وقت بدون اطلاع مادرش جایی نمیرفت. خانواده شریل نیز نمیتونستن تصور کنن که اون بدون خبر دادن خونه رو ترک کنه. سرانجام موضوع به پلیس گزارش شد. ماموران پلیس پس از ورود به خونه با صحنه روبرو شدن که در ظاهر کاملا عادی بود. اما هرچی بیشتر بررسی میکردن سوالات بیشتری به وجود میومد.
کیف پولها داخل خونه بودن، کلیدها توی خونه بودن، سیگارهای شری روی میز بود، لباسها و وسایل شخصی سر جای خودشون قرار داشتن. هیچ نشونی از درگیری توی خونه دیده نمیشد. انگار 3 نفر در عرض چند ثانیه بدون اینکه فرصتی برای برداشتن وسایلشون داشته باشن از خونه خارج شدن. اما اگه با میل خودشون رفته بودن چرا همه وسایل ضروری رو گذاشته بودن؟ و اگه به اجبار برده شده بودن چرا همسایه ها نه فریادی شنیده بودن و نه صدای درگیری یا حرکت مشکوکی رو گزارش نکرده بودن؟ این دقیقاً همون سوالی بود که از همون روز اول ذهن کارآگاهان رو درگیر کرد، سوالی که بیش از 3 دهه بعد نیز همچنان بی پاسخ مونده. با اعلام رسمی مفقود شدن 3 زن، پلیس اسپرینگفیلد خیلی زود متوجه شد که با یک پرونده عادی روبرو نیست. در بیشتر پرونده‌های ناپدید شدن معمولاً یکی از 2 حالت وجود داره: یا فرد به میل خودش خونه رو ترک کرده یا نشانه‌هایی از یک درگیری در محل دیده میشه. اما توی این پرونده هیچ کدوم از این 2 تا ویژگی وجود نداشت. 3 نفر از 3 نسل متفاوت به طور همزمان ناپدید شده بودند بدون اینکه همسایه‌ها صدایی شنیده باشن یا صحنه خونه نشونی از خشونت آشکار داشته باشه. پلیس سپس به بررسی تماس‌های تلفنی دوستان، همسایه‌ها و برنامه‌های 3 زن پرداخت. مادر استیسی مکال گفت دخترش هرگز بدون اطلاع خانواده جایی نمیرفت، به ویژه در آستانه سفر خانوادگی که مدت‌ها منتظرش بود. دوستان سوزی نیز گفتن اون برای روزهای آینده برنامه‌های مشخصی داشت و هیچ نشونه‌ای از تصمیم به فرار یا ناپدید شدن داوطلبانه توی رفتارش دیده نمیشد. درباره شری لویت هم همکاراش تایید کردن که اون فردی مسئولیت پذیر بود و اگه قرار بود جایی بره حتما اطلاع میداد. یکی از اولین گزارش‌های مهم از سوی چند شاهد محلی مطرح شد. برخی ادعا کردند که در ساعات اولیه صبح یک خودروی ون سبز رنگ یا سبز خاکستری رو نزدیکی خونه دیدن، اما توصیف‌ها با هم یکسان نبودن. برخی میگفتن ون از خونه دور شده، برخی دیگه میگفتن فقط در همون نزدیکی‌ها توقف کرده بوده. به دلیل تناقض در اظهارات شاهدان، پلیس هرگز نتونست با اطمینان این خودرو رو شناسایی کنه و معلوم نشد که آیا اصلا ارتباطی با پرونده داشته یا نه. در روزها و هفته‌های بعد صدها تماس مردمی با پلیس برقرار شد. هر تماس امید تازه ایجاد میکرد، اما بیشتر اونا پس از بررسی بی نتیجه بودن. با این حال یک نام بیش از بقیه توجه کارآگاهان رو جلب کرد: شخصی به نام رابرت کریک کاکس. کاکس سابقه کیفری سنگینی داشت و بیشتر به جرم آدمربایی محکوم شده بود. نکته مهمتر این بود که اون در زمان ناپدید شدن 3 زن در اسپرینگفیلد حضور داشت. سالها بعد اون توی زندان جملاتی مبهم بر زبان آورد که دوباره توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد. اون مدعی شد میدونم اونها کشته شدند، اما وقتی از اون خواسته شد جزئیات رو توضیح بده از همکاری خودداری کرد. کاکس هرگز به قتل یا ربایش این 3 زن متهم نشد، زیرا پلیس هیچ مدرک مستقیم علیه اون پیدا نکرد. در همین زمان کارآگاهان یک فرضیه مهم رو مطرح کردند: اگه 3 زن به اجبار از خونه خارج شده باشن، چجوری ممکنه هیچکس صدای فریاد یا مقاومت اونا رو نشنیده باشه؟ برخی معتقد بودن شاید عامل یا عاملان با اسلحه اونها رو تهدید کردن و بدون ایجاد درگیری هر 3 رو مجبور به خروج از خونه کردن. اما این فقط یک فرضیه بود و هیچ مدرک قطعی رو تایید نمی کرد. ماها به جستجو گذشت. پلیس زمین‌های اطراف، چاه‌ها، جنگل‌ها و مناطق روستایی رو بررسی کرد. از سگ‌های ردیاب و حتی بالگرد استفاده شد. صدها داوطلب در عملیات جستجو شرکت کردند، اما نتیجه تکان دهنده بود. نه اثری از 3 زن پیدا شد، نه لباس، نه وسیله شخصی و نه جسد.
نه حتی یک لکه خون که بتونه مسیر تحقیقات رو روشن کنه. انگار اونها پس از خروج از خانه برای همیشه از روی زمین محو شده بودن. با گذشت زمان پرونده از یک ناپدید شدن مرموز به یکی از پیچیده ترین معماهای جنایی آمریکا تبدیل شد. رسانه‌های ملی بارها به اون پرداختن و هزاران نفر تلاش کردن معما رو حل کنن. اما هر سرنخی که به نظر امیدوار کننده می رسید در نهایت به بنبست می رسید. در پایان سال اول تحقیقات پلیس هنوز نمیتونست به 3 سوال اساسی پاسخ بده. 1. سزن دقیقاً چه زمانی خونه رو ترک کردن؟ 2. آیا به میل خودشون خارج شدن یا به اجبار؟ و 3. مهمتر از همه پس از خروج از خونه چه اتفاقی برای اونا افتاده؟ از اینجا به بعد پرونده وارد مرحله شد که در اون نظریه ها یکی پس از دیگری مطرح شدن. برخی از اونا بر پایه شواهد بودن و برخی دیگه تنها حدس و گمان. در این بخش فقط نظریه‌هایی رو بررسی می‌کنیم که واقعاً در روند رسمی تحقیقات یا در رسانه‌های معتبر مطرح شدن. نظریه اول آدمربایی برنامه‌ریزی شده. این نظریه تا امروز محتمل ترین سناریوییه که بسیاری از کارآگاهان سابق پرونده به اون اشاره کردن. طبق این فرضیه فرد یا افرادی وارد خونه شدن، 3 زن رو با تهدید اسلحه یا ایجاد ترس مجبور به خروج کردن و بدون ایجاد درگیری آشکار اونا رو سوار خودرو کردن. این نظریه میتونه توضیح بده که چرا هیچ وسیله شکسته نشده بود، هیچ فریادی توسط همسایه‌ها شنیده نشده بود، همه وسایل شخصی اونا توی خونه بود و هر 3 زن همزمان ناپدید شده بودن. اما مشکل بزرگ این نظریه اینه که هیچ شاهد مستقیمی ربوده شدن اونها رو ندیده بود و هیچ مدرک فیزیکی برای اثبات اون وجود نداشت. نظریه دوم رابرت کریگ کاکس. همونطور که در بخش قبل گفتیم رابرت کاکس یکی از شناخته شده ترین مظنونان این پرونده‌ایه. اون سابقه خشونت و آدمربایی داشت و حضورش در اسپرینگفیلد در زمان وقوع حادثه تایید شده بود. سالها بعد اون توی زندان بارها جملات مبهمی درباره پرونده گفته بود. حتی یک بار ادعا کرد که حقیقت رو میدونه اما تا زمانی که مادرش زنده باشه چیزی نخواهد گفت. این جمله باعث شد رسانه‌ها دوباره پرونده رو مطرح کنن. اما مشکل این بود که اون هیچ اطلاعات محرمانه ارائه نکرد که فقط قاتل یا آدمربا بتونه از اون اطلاع داشته باشه. به همین دلیل پلیس هرگز نتونست علیه اون پرونده‌ای تشکیل بده. نظریه سوم ون سبز رنگ. یکی از معروف‌ترین سرنخ‌های پرونده همون ون سبز رنگی بود که چند شاهد از اون صحبت کرده بودن. برخی گفته بودن که این خودرو حوالی خونه دیده شده بود. هیچ شماره پلاکی ثبت نشد، مدل دقیق خودرو مشخص نبود. شاهدان توصیف‌های متفاوتی ارائه کردند و در نتیجه پلیس نتونست ارتباط قطعی این ون رو با ناپدید شدن 3 زن ثابت کنه. نظریه چهارم دفن اجساد زیر پارکینگ. شاید عجیبترین و مشهورترین نظریه این پرونده مربوط به پارکینگ باشه. سالها بعد فردی ادعا کرد که اجساد 3 زن ممکنه زیر پارکینگ ساختمونی که پس از حادثه ساخته شده دفن شده باشه. این ادعا به سرعت در رسانه‌ها منتشر شد و توجه زیادی جلب کرد. اما مشکل این بود که هیچ مدرک مستقلی از این ادعا پشتیبانی نمی کرد. به همین دلیل پلیس هرگز حفاری گسترده‌ای برای تایید این نظریه انجام نداد و این فرضیه همچنان تایید نشده و باقی مونده است. بسیاری از کارگاهان معتقدند بزرگترین ضربه به این پرونده در همون ساعات اولیه وارد شد. دوستان و بستگان بدون اینکه بدونن با یک صحنه جرم احتمالی روبرو هستن وارد خونه میشن، داخل اتاق‌ها میرن، وسایل مختلف رو لمس میکنن، شیشه شکسته ایوان رو جمع میکنن و پیام دستگاه پاسخگو رو
پاک میکنن. این اقدامات با نیت کمک انجام شد، اما ممکنه باعث از بین رفتن سرنخ‌های ارزشمندی شده باشه. آیا 3 زن هنوز زنده‌اند؟ با وجود اینکه از سال 1992 تا کنون هیچ اثری از اونا پیدا نشده، از نظر قانونی پرونده برای سالها به عنوان پرونده افراد مفقود باقی موند. با این حال بیشتر محققان و کارآگاهان امروزی معتقدند که احتمال زنده بودن هر 3 نفر بسیار کمه، هرچند بدون کشف اجساد یا مدارک قطعی سرنوشت اونا رسما نامشخص باقی مونده. تا امروز پرونده اسپرینگفیلد تری همچنان یکی از بزرگترین معماهای حل نشده تاریخ جنایی آمریکاست. بیش از 3 دهه گذشته، هزاران سرنخ بررسی شده، اما هنوز هیچ کس با اطمینان نمیدونه در فاصله کوتاه بین نیمه شب تا طلوع آفتاب 7 ژوئن 1992 توی اون خونه چه اتفاقی افتاد. دی و استیسی صبح به خونه رسیدن. هر 2 تا ماشین توی محل خودش باقی مونده بود. کیف‌ها، کلیدها و بیشتر وسایل شخصی داخل خونه بود. هیچ نشونه قطعی از ورود اجباری یا درگیری شدید وجود نداشت. یک از 3 زن دیگه هرگز دیده نشدن. هیچ جسد یا مدرک فیزیکی تعیین کننده پیدا نشد. این مجموعه شواهد باعث شده بیشتر پژوهشگران پرونده معتقد باشند که احتمالاً هر 3 زن در مدت کوتاهی و تحت کنترل فرد یا افرادی از خونه خارج شدن، اما این فقط یک تحلیل و نتیجه‌ای که به طور رسمی اثبات شده باشه وجود نداره. چرا این پرونده تا این حد منحصر به فرده؟ توی پرونده‌های ناپدید شدن معمولاً یکی از این موارد وجود داره: یک شاهد، یک جسد، یک وسیله پیدا شده، یک اعتراف و دست کم یک سرنخ قطعی. اما در پرونده اسپرینگفیلد تری تقریباً هیچ کدوم از این موارد وجود نداره. انگار 3 انسان بدون بر جای گذاشتن کوچکترین رد قابل استفاده از صفحه روزگار محو شدن. همین موضوع باعث شده این پرونده هنوز در دانشکده‌های جرم شناسی، مستندهای جنایی و میان علاقه‌مندان به پرونده‌های حل نشده مورد بحث باشه. آیا این پرونده روزی حل میشه؟ تاریخ نشون داده که بعضی پرونده‌های سرد حتی پس از چند دهه با یک اعتراف، یک آزمایش جدید DNA یا کشف یک شاهد تازه حل شدن. بنابراین نمیتوان گفت پرونده اسپرینگفیلد تری هرگز حل نخواهد شد. اما تا امروز هیچ مدرکی که بتونه شخص یا اشخاص مشخصی رو به این ناپدید شدن مرتبط کنه به دست نیومده. گاهی ترسناکترین پرونده ها اونهایی نیستن که در اون قاتل رو میشناسیم، بلکه پرونده هایی هستن که هیچ پایانی ندارن. شاید درست همین لحظه کسی در جایی زندگی میکنه که حقیقت اون شب رو میدونه. شاید یک شاهد سالهاست از ترس یا عذاب وجدان سکوت کرده و شاید پاسخ این معما تمام این سالها در میان هزاران صفحه گزارش پلیس پنهان مونده. اما تا زمانی که اون حقیقت آشکار نشه، ساعت برای خانواده های شریل لوید، سوزی استریتر و استیسی مکال هنوز روی همان شب متوقف شده. 3 زن، یک خانه و معمایی که بعد از بیش از 3 دهه همچنان یکی از اسرارآمیزترین پرونده های حل نشده تاریخ آمریکاست. هنوز امیدی وجود داره که پرونده این 3 زن روزی حل بشه؟ پلیس با افتخار گفته بله، چون پرونده اسپرینگفیلد هرگز بسته نشده. هر از گاهی با انتشار اطلاعات جدید یا تماس‌های مردمی دوباره بررسی میشه. در برخی پرونده‌های قدیمی یک شاهد، یک اعتراف یا یک آزمایش جدید DNA پس از دهه‌ها باعث حل معما شده. به همین دلیل این پرونده همچنان در فهرست پرونده‌های فعال قرار داره. گاهی یک پرونده با پیدا شدن قاتل تموم میشه.
گاهی با کشف حقیقت تموم میشه، اما بعضی پرونده ها هرگز پایان پیدا نمی کنن. خونه‌ای که اون شب 3 زن در اون بودن دیگه فقط یک خونه نیست، به نمادی از یکی از مرموزترین ناپدید شدن‌های تاریخ آمریکا تبدیل شده. نه صدای فریادی ثبت شد، نه شلیک گلوله‌ای، نه شاهدی که بگه چه اتفاقی افتاده و فقط 3 انسان در یک شب تابستانی ناپدید شدند. شاید حقیقت هنوز جایی پنهون باشه، شاید کسی هنوز اونو میدونه، اما تا امروز پاسخ این سوال همچنان ناشناخته مونده. توی خونه شماره 17 خیابون استلمار بامداد 7 ژوئن 1992 واقعاً چه اتفاقی افتاد؟ دوست دارم نظراتتون رو توی کامنت ها اعلام بکنید و اگر تا انتها همراه من بودید و چنل رو سابسکرایب نکردید لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش هم فعال کنید تا از پرونده های معمایی و مرموز جنایی بعدی جا نمونید. درود که همراه هم بودید. تا پرونده بعدی، خدا نگهدار.